در ریلز چیزی که شما میخواهید در همین ریلز ها ویدیوهای نوارهای چند سکونده ای که به همون میخواهید نفستون رو آرام کنید، خوشبختی در آن نیست. خوشبختی در اطاعت الله تعالی. خوشبختی شما در غیر جاش گفته ایستادید. کسانی که مثلا یک ساعت دو ساعت می ریلز تماشا میکنند کو جو خوشبختی نیست. بله شما وقتتون، شما دشمنی خودتون هستید، وقتتون از بین برده ایستادید. در یک ساعت بدون چقدر کار دارم ممکن شما وقت خودتون صرف تا پگروهی تماشا میکنند، 5 ساعت 6 ساعت میشینند، یک چی گفته ایستاده است اونجا، لیکن وای چیز در اونجا نیست، چیزی که شما جستجو میکنید. نماز این نوری چشمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. ارحنا بالصلاه یا بلال، با نماز ما را راحت کنون ای بلال. یعنی از اون گو یا نماز خانم راحت کنیم. بعضی علما گفتن که آدم ها در نماز دو خیل است. بعضی آدم ها در داخلی نماز راحت میکنند، مانند پیامبر صلی الله علیه و سلم، صحابه ها و گذشتگان نیکی ما و بعضی علما در داخلی نماز لذت میبردند، چون که لذت از خالق است. لذت های دنیا همش چیزی که نباشد از مخلوق لذت میبری. خوردن، نوشیدن، نکاح، اینا از مخلوق لذت میبری. لیکن در نماز، در شنیدن سخن های الله و رسولش و خدمت در دینش، شما از الله لذت میبرید. فرقی بین لذت بردن از الله و لذت بردن از مخلوق ها. بنابراین در جنت هم وقتی که مردم الله تعالی رو روز جمعه میبینند، چنان لذت میگیرند، رنگ و رویشون دیگر میشه. حتی همسرانشون میگفتن که تو بسیار نورانی شده آمدی، برای اینکه لذت از دیدن الله تعالی، لذت النظری الی وجهک، لذتی نظر کردن به جمالت رو به ما نصیب کن. دعا هست، دعای پیامبر صلی الله علیه و وقتی که میبیند الله تعالی رو، انسان یه نمود لذت میگیرد که این حور جنت و قصر جنت و ناز و نعمت جنت در پیش این چیزی نیست. برای چی؟ برای اینکه اون لذت از خالق است، اینو لذت از مخلوق است.